این طور بگیم دیدنی باشگاه مذکور در همین موقع در زینه چهارم است، در زینه ششم با 18 امتیاز. خب چند ماه پیش در ستاد مربیان استقلال قرار داشت و پس طاهر مومنوف بس این مقام رقابت شماره مخلصانی به مراتب بیشتر میآید، اما از طرف چپ میدان پرتابی نوزیم شهرزاد محمدیف حرکت با سر کرد، اما به توپ رسیدن تا امروز در واقع نیم فیصدگر است. از پشتی بازی دارد رستم سایرف، ضربه نه رستم با دروازه خالی نمیتواند توپ را وارد سازد. دروازه‌بان لکه موقع را گم کرده بود. امکانات بهتری برای استقلال، پاس ضربه نه، ضربه هم در کار نشد. بازیگرانی رگرتد از خودشان توپ را به دروازه وارد کردند. جمعشه با جراحی هجومی مذکور به اشتباه رو بازیگران رگرتد است. بعدا وقتی قلندر فهمید توپ را از نزد پای علی شیرزاده دور کند. سایرف باز به خطا گیر آمدن بازیگران رگرتد است. رستم پرتابی و علی شیر، ضربه و گل. عکس هجومی نمونوی هجوم است. سایرف اولی فیرو شد از کنار چپ میدان، از بین پایهای عثمان قاسم توپ روان میشود طرف علی شیر و علی شیر در چنین حالت خطا نمیکند. پس یک بر برآورده میشد پنجیف. فریدون دولتов موفق گشت در مبارزه با اوکورو. کواد و فریمپوک توپ رو میگذارد با پنجیف، ضربه و توپ به ستون دروازه بر میخورد. ضربه جانبی دروازه استقلال. خود چمپیون تاجیکستان باشد. رگرتد از با وحش باید بازی کند. دروازه با میافتد، توپ به دروازه وارد میشود و گل. گل حسابیده شد. شرف جان صالحов. خوش پرتاب است. نیکولا ستاشیچ با دروازه با هم دیگر برخوردند با سمندر قدیرов. کوادو فریمپونگ تو رو گذاشت به سید مختار عظیمов. سید مختار ضربه سختی و امکانیت این زمان برای رگر پیدا بشود. شرف از زمین واقع ضربه زد. احتام ضربه یو خوفناک بود. تو برمیگردد پانی مانوئل. اکپوجه ضربه نوبتی و پاس به مرکز جلیلov. رومیش ضربه یو و برمیگردد این ضربه مشکل دروازه‌بان پانی مانوئل. و انجام رسد رقابتی رگرتد از مقابل استقلال با حساب 1-2 و جالب این است که سه بازی استقلال در زینه دوم میماند یا پوینت طرف